سلام و عرض ادب خدمت یار جانی اشتباه شد و برنامه چشم نقطه اطراف کینیا خوش آمدید. به خبری که به دست ما رسید توجه داشته باشید. ماهواره سازمان تاد در هوا یا فضا ترکید. بریم ببینیم چند تا صحنه از این اتفاق را با هم. در همین رابطه تماسی با مقام ارتش اتریش اسقاطیل داریم. تماس ما برقرار شد. شما در حد چند ثانیه میتونین صحبت کنید؟ من به این بنیشون گفته بودم که این ماوره رو پرتاب کنه. بعد ایران گفت ما رو میزنه با موشکایی که داریم. بینی هم ترسید و یک دو شاخصی میخرید. وقتی که خرید رفت ماوره رو زد. برای همین بود که تریلی شما با سرعت به اتوبوس زد؟ من صدا شما رو ندارم. آها قطع کردی پس.